روز یک روباه کجای دزدی میدروه در قبخان میزنه. ایخ زور میزنه نمیشود، دمش کلته میشود. بعد میبینه پیش قوم خودش، پیش گله روباه ها. وقتی پیش گله روباه ها میبینه، روباه ها میبینن دم نیست، همه در حالش میخنده، دم بریده. بعد روباه میگه ای روزه که همین دم پرت افتم، چنان آزادم، چنان سبکم، میگم پرواز کنم. وقتی گپ میگو، یک روباه سودالو، یک روباه ساده میره دمش کلته میکنه. دمش کلته میکنه که وضعیتش بیزیر میشه، بسیار دمش درد میکنه. بعد میبینه پیش روباه میگه تو نه که مرا گل زدی جوره. آخه ای روزه گفتی که دمم نیست، سبکم، پرواز میکنم، میخوام پرواز بکنم، چه شدی دم من درد کردی؟ بعد روباه دم بریده میگه خب کن، میگه که دیگه روباه ها ما را میخندن. مقصد داستان همه قدر مشهور میشوه که روباه ها همه دما را میبرن. وقتی دما را میبرن، روباه های بدون با یک روباهی که دم داشت میخندن. سبب آن است که در زندگی دم بریده ها بسیار شدند، گبزن شدند. انسانی که با راه حلال زندگیش پیش میبره، سرش خم، میگن او یک بدبخته. انسانی که دروغ نمیگه، راست میگه، راست قولی میکنه، میگن او خبرکشه. قوم متفکرن در مذهب و دین، قوم بگمان فتاده در راه یقین. میترسم از آن که بانگ آید روز، کی به خبران راه نه آن است و نه این. یعنی بهترین نعمت از جانب الله این عقل است. هر کس به عقل خودش کار کنه، اگر به عقل خودش کار کنه، دنیا گلستان می شود. باقی سلامت سربلند باشید. سلام علیکم برادرای عزیز، مخلصای عزتمند. امیدوارم که یک و یکتون صحت سلامت هستید. خب میگه به گفته های مردم بسیار اهمیت دادن در کار نیست که آدم در خسته زندگی میشه و در پیر میشه. یک مردک اسب 1000 سومون میفروشه. با مردم میبینن پیشش میگن ای بچه تو خیلی اسب 1000 سومون فروختی، هوز یک بزغوله 1000 سومون، چه نخودم اسب 1000 سومون بفروشی؟ میگه یه اسب من راستی گبی از سومون دو نمیارزیده، یه اسب شل بود برای من فروختم شه 1000 سومون. بعد میرن پیش اون آدمی خریدگی، میگن ای مردک خوب، تو نخود یه اسب شل 1000 سومون دخری؟ اما چه یه سومون رو نمیارزیده؟ تو یه اسب خریدی 1000 سومون؟ اون مردک هم میبینه میگه که ای اسب در پشت میخ زدگی، با همین خاطر من ایره 1000 سومون خریدم. اون میخه میگیرم، این مشکلیش تمام میشه، ساز میشه اسب. اون مردم میدن میبینم پیش اسب فروش، میگن ای مردک خوب، او اسبی تو شل نبوده، تو ایره 1000 سومون فروختی، حیفش کردی، او در پشت میخ زدگی بوده. این مردک هم میگه در حقیقت اسبی من شل بود، من اون میخ زدم در پشت کی به خاطر که اون مردک خیال کنه که ای پوی در میخ زدگی. بو میدن میرن پیش او، میگن ای مردک در حقیقت یه اسب شل بوده، اون میخ همه دروغ زده در پوی همون اسب که تو بخریش گفته. که این مردک هم میگه او 1000 سومی دادگی من فلشیوی بود.